خدا مشتی مرگ بده بشد. نمیدانم سیول در نگاه بکنم، یه رژ لب قرمز در نگاه بکنم، این موی رنگ شده در نگاه بکنم، یه اشوها در نگاه بکنم. بری چی جو کردی با خودت آخه؟ همین استعدادی که تو لقاندن شکم داری، همینه تو درست گذاشته بودی تا الان پشت میز کارت داشتی مریضات همه معاینه میکردی. فقط به من بگو چی جون نبوت قانع کردی که اینجوری بشی؟ رفتی گفتی میخوام برم کلاس رقص، پسرم دارم میره کلاس رقص، پسرش ماشاءالله عجب دنبه یسی. ببخشید برای حرکات دست و لوندیت هم کلاس رفتی یا او مادرزادی مورد بودی؟ اینه فقط به من بگو. اگر که کلاس رفتی که ما بدانیم که باید بریم کدام سمت بریم که اونجا کمین بکنیم. بعد شرمندم اینی که اینجا بستی، تو مگه پسر نیستی؟ اینه بری چه دیگه بستی؟ این کجا رو میخواد بگیره؟ این کجا رو میخواد بگیره؟ حالا اونی که بستی قد کمر یه لای پاده او پای سفید درد تو سر او پای سفید معلومه کاری نرم. حالا اینا ول کو. اینه دی چرا بستی؟ ای درد اشوای خرکیت، ای دردت به قلبم لاس. والا خوب همه چی پیشرفت کرده. من تا 18 سالگی شلوار زابدار میپوشیدم، با هم فکر میکرد موردم. خیلی سالیان زودی طول کشید تا بهش بفهمونم نه آقا این مده. خودی او باورش که نمیشد.